درود دوستان، جنگ برای کمربند. مویبشو گلوبوف از تاجیکستان بر ضد دانیار اونگر از قزاقستان در لیگ اکتاگون 89 در نبردی اساسی در اسپی آرینا در قزاقستان برگزار می‌گردد. دوستان، ما همه در خاطر داریم که مویبشو گلوبوف قهرمانی اکتاگون بود و او بعدتر به لیگ فرانسوی شرطنامه بست و متاسفانه اونجا ناکام شد و برگشت باز به لیگ اکتاگون و حاضر جنگ اول رو 25 ایول هفته آینده برای کمربند در نبرد اساسی بر ضد جنگاوری قزاقستانی دانیار اونگر برگزار میکند و امیدواریم که مویبشو گلوبوف باز یک بار دیگه قهرمانی لیگ اکتاگون میشود و کمربند رو به تاجیکستان برمیگرداند. دوستان، مویبشو گلوبوف 9 برد دارد، 3 باخت. دانیار اونگر باشد 11 برد دارد، 3 باخت. دوستان، فکرتان رو در این بابت نویسید. با فکر شما مویبشو گلوبوف باز یک بار دیگه قهرمان میشود در لیگ اکتاگون یا خیر؟ و یک خبر جالب، یک خبرم دو خبر، چون که درباره انیس یعقوبوف است. جنگاوری بهترین تاجیکستان 11 برد دارد، 1 باخت و او با لیگ امریکایی AFC شرطنامه بسته است و به نزدیکی او به امریکا می رود و در لیگ این امریکایی که انتونی پتیس او را راهبری میکند اشتراک میکند و امیدواریم که از آنجا شاید که در این لیگ که اگر انیس یعقوبوف قهرمان شود زودتر به UFC شرطنامه میبندد. و باز یک خبر دیگر درباره انیس یعقوبوف که او در ماه سپتامبر در ازبکستان در لیگ مانگو برای کمربندی لیگ مانگو بر ضد ورزشگر ازبکستانی فرقتبک یعقوبوف می جنگد. دوستان، این خبر اگر راست باشه این خیلی خوب است، چون که این پیش از امریکا رفتن برای یعقوبوف این خیلی خوب است که اگر او فرقتبک یعقوبوف رو شکست دهد و قهرمان شود در این لیگ مانگو، برای این با یک پیشروی در لیگ های امریکا می شود و تستر به UFC شرطنامه می بندند. دوستان، همین خبرها رو قید کنید و نویسید در کامنت ها که کدامی از اینها راست است و امیدواریم که همش راست است. و چون که انیس یعقوبوف به نزدیکی در لیگ مانگو یک نفر رو شکست داد و جنگ دوم باید برای کمربند میشد و این هم ماه سپتامبر برگزار میگردد و امیدواریم که بعد این انیس یعقوبوف به امریکا سفر میکند و در آنجا محاربه های خود را دوام میدهد. دوستان، با یک خبر خوش که در تاجیکستان دومین قهرمانی جهان اوید به گشتین تاجیکی، گشتین ملی تاجیکی برگزار میگردد. این هم باشد برای 35 سالگی استقلالیت تاجیکستان می باشد و فکر میکنم که این از همه زیاد همان مکافات پولی برای گشتینگیران هست. فکر میکنم در گرند اسلم ها هم اینقدر پول نمیدهند، چون که همان فوند، همان پولی که در همین قهرمانی جهانی گشتینی تاجیکی میدهند 400,000 قریب 9 میلیون دلار آمریکایی را در بر میگیرد و جای اول 20,000 دلار آمریکایی میگیرد. در گرند اسلم ها با فیلم 5 یا 10,000 دلار از هم زیادش و جای دوم باشد 10,000 دلار و جای سوم باشد 5,000 دلار. دوستان، این 20,000 دلار برای جای اول در گشتین ملی تاجیکی یک خیلی پولی بزرگ است و این هم یک پیشروی برای ورزشی تاجیک است. دوستان، در این بابت فکرتان رو نویسید. این در تاجیکستان در دوشنبه می شود، از 15 آگوست تا 16 آگوست 2 روز برگزار می گردد و 70 مملکت جهان در اینجا اشتراک می کنند. این برای 35 سالگی استقلالیت تاجیکستان می باشد. دوستان، امیدواریم که گشتینگیران تاجیک همشان جایهای نمایان را سزاوار می گردند در این قهرمانی جهانی گشتینی تاجیکی در دوشنبه. و دیروز در چین در خیتای MMA بین ربات ها بود، بین آدمای آهنین در هشکنجه و همون مکافات پولی برای برنده 1.5 میلیون دلار بود. دوستان، این یکمین جنگ ربات ها است، جنگ آدمای آهنین است که از طریق نمودی MMA می جنگند و یک نفر من این رو تماشا کردم و یک نفرش برد، یک ربات برد و
1.5 میلیون مکافات پولی از دوستان. نمیدونم تو چی قدر این راست باشد نمیدونم دوستان. و به هر حال حاضر جای آدم ها رو ربات ها ماشین ها میگیرن و خیلی جالب است. و دوستان سایلی کمالوف بر ضد الی حسینوف از آذربایجان، سایلی کمالوف از تاجیکستان میباشد و 8 برد دارد، یگان باخت ندارد، شکست ناپذیر است. 25 ایول هفته آینده در اکسو دوستان فکر میکنم که این در قزاقستان است، شهر اکسو در قزاقستان است و امیدواریم که سایلی کمالوف دست بالا می شود و شکست ناپذیر میماند. و خبرهای یو اف سی دوستان، محمد نعیموف 5 سپتامبر بعد 2 ماه در پاریژ در فرانسه بر ضد لاسن کیتا محاربه میکند در لیگ یو اف سی. محمد نعیموف خیلی با قول انگلیسی خایپاوی امان جنگاور است، بایدس است و میتوند که امان جنگ های خودش را به مردم خوب پیشنهاد کند و امیدواریم که روز 5 سپتامبر در پاریژ در فرانسه در لیگ یو اف سی محمد نعیموف حریف خودش را لاسن کیت را شکست میدهد و دست بالا می شود. دوستان فکرتان را درباره محمد نعیموف نویسید که حریفش چقدر توانا است و میتواند که محمد نعیموف را شکست دهد. میبینیم چون که او 16 برد دارد 2 باخت، محمد نعیموف باشد 13 برد دارد 4 باخت و 5 سپتامبر آنها در پاریژ و میخورند در 8 کنجا. و هفته دیگر 25 ایول روز یکشنبه بگیم میشه، روز شنبه در ابودابی نورالله علیف در لیگ یو اف سی بر ضد دیویس مایک دیویس می جنگد و مایک دیویس باشد باکسور است و امیدواریم که نورالله علیف تیاری خوب دیده است، چون که با فکر من که نورالله علیف در همین جنگ بر ضد مایک دیویس زیادتر گریپلینگ و همون گوشتینش را خوب کرده است، چون که مایک دیویس باکسور است و راستو خیلی خوب جنگ میکند و امیدواریم که تاکتیکا و استراتژی نورالله علیف خوب است و امیدواریم که او دست بالا می شود روزی 25 ایول هفته دیگر و شکست ناپذیر میماند. دوستان فکرتان رو درباره جنگ نورالله علیف نویسید، با او موفقیت ها آرزو نمایید و دعا کنید که او روزی 25 ایول هفته دیگر در یو اف سی در ابودابی دست بالا شود. اینها بودند خبرهای ورزشی تاجیکستان و جهان. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یارو یاورتان بود تا امیدی دیدار.